بعد برای من باز جالب است شما مخصوص لباسی ملی خود رو دارید. میدونتون بعضی چیزها انا عاوز تعریف کردن بعضی چیزها گم شدن امروز زمان لباسای زمانوی رو میپوشن لیکن در بعض جاها در منطقه بالاتر او راست برای داماد سلام میبندند توقی ما بدخشانی در سرش میمونند بعد سلام میمونند نه و در تنش چه جامه میپوشن جامه مخصوص بدخشانی رو میپوشونند میون بدنش رو میبندند در پاش همون موزه های قدیمی از پوست همون ایوانو رنگ کردگی خوب که جورابای بدخشانی بود از اون بالاتر باشد اونا رو میپوشونند و بعد به خانه عروس میرن خیلی امروز بعضی این چیزها گم شده است نمیکنن ما لباسای امروز رو میپوشونند اوزر ما بعد تماشا میکنیم چیزها رو. شاعرانی در بدخشان هستن شاعران بدخشان که با زبانی با لهجه خودشان با زبانی خودی بدخشی شعر می‌نویسند یا هست در ما میخه برادر بدخشان رو در توستان شما میدونید میگن سرزمین شاعرخیز شما میدونید که تاجیکستان امروز با نامای اون شاعرانی که در تشکل و در تکامل ادبیات بدیعی تاجیکی سهم ارزنده خود رو گذاشتند این تمام توستان فخر میکند سر میکنیم از استاد میرسید میرشکر یکی از بزرگترین شاعران امروزه از وی پیشتر او شاعری که او رو آن شاعر کلاسیک و شاعر میگن قدرت شغنانی میرسید میرشکر گفتیم نادر شنبه‌زاده استاد مومن قناعت میدونید که در تمام تاجیکستان بیرون از اون معلوم و مشهور بودن امروز غسالخانه اون کس در نویه در مرکز نویه دروز موجود است نشان میتن این چیزا خب سلطان شاهزاده امان بیگ شاهزاده سلیم شاه حلیم شاه خب نادر شنبه‌زاده گفتیم شاعران جوان رعنای مبارز خب عطا میرخواجه علی داد چراغ عبدال خب و باز بسیار شاعران دیگری که نه تنها در بدخشان بیرون از آن لاجبای مرزا هستند امروز رئیس اتفاق شعبه بدخشانی اتفاق نویسندگان تاجیکستان در بدخشان هستند آن کس شعرهای خیلی زیاد پرمضمون دارند خب و چنین شاعران خیلی بسیار شاعران در ما خیلی است شاعران بدخشان هم با لهجه انما خودشان یا روشانی یا شاعران با لهجه بدخشانی هم ایجاد میکنند هم با زبان شانونی با هر زبان لهجه در ما در بدخشان ما میگیم گروه زبان‌های یغنوبی و بدخشانی یغنوب در قسمت زرشان لیکن در بدخشان اساسا لهجه شانونی روشانی هست یزگلامی هست خب رنی و خانی اینو در اشکوشم هستند اساسا همین هست از دیگر بسیار فرق کنند بعضی وقتا بیشتر مردم هم دیگر رو میفهمند فرض اینکه لیکن از هم دیگر فرق دارند البته فرق میکنند فرض این اصلا لهجه‌ای که فقط بعضی کلمات فرق میکنند فرض لهجه شانونی روشانی رو ببینید فقط در تلفظ کمتر فرق تو است مثلا مردم شانون روشو که گپ مثلا 100% هم دیگر رو میفهمند فقط در تلفظ کلمات بعضی دیگر بینو هست اکسنت در اون چیز است. خب برای ما جالب بود که یک چند تا نام‌های مردانه پامیری و نام‌های زنانه پامیری رو نام می‌گرفتید و اگر توانید نام‌ها رو معنی داده می‌کردید اگر بعضیش معنی شما چون گفتید من نام خودم رو معنیش رو نمی‌دونم درست است اصلا نامایی که معنی اصلا نامایی که بیشتر شما می‌دونید که اون در توستان بیشتر نامایی که با نامای بزرگان دین و مذهب وابستگی دارند. خاصه در بین مردم تاجیک از جمله بدخشان هم نامایی که با نام محمد لیکن در ما میگه محمد علی محمد شاه یا شاه محمد در ما خیلی است خیلی نام هستند علی داد علی محمد علی نظر علی شاه خالق داد خالق نظر خالق عبد خالق یا محمد نظر محمد بیگ محمد شاه محمد چنین نام‌ها در ما خیلی بسیار نام‌های مردانه یا فرض علی خان علی داد علی نظر گفتیم بودر خان خب است نام‌های دیگر گوناگون هستند فرض اینکه مبارک قدم میگویند نیک قدم میگویند دولت قدم میگویند سلطان شاه خب اما خیلی نام‌ها در بیشتر نام‌های ما یا محمد یا خان یا شاه اعلام میشود نام‌های قدیمی در زنها در بانوان هم همین خیلی مثال اصل گل اصل بیگم قمت گل خب انورگل رانوگل دولت ببی دولت خاتون همین نام‌ها در ما
خیلی مثلا دولت قطعی ام نامای مردینه هستن، ام نامای زنانه، مثلا دولت گل یا دولت خاتون یا موقع دولت، اینا نامای زنانه. فرض کنید دولت شاه، دولت بیک، دولت قدر، اینا نامای مردانه. همچنین خصوصیت دارم خیلی زیاد است در نام ها. تا اونجایی که در جمهوری تاجیکستان فهرست نام ها وارد شد، از اون پیش در دوره‌های قدیمتر در جانب‌های ما هم بعضا نام ها با اشیاء مانندتر بودن، مثلا خورکش میگفتن، سنگلی، تیشعلی، همین چیزها هم در شما هست. در ما میدونتون چی؟ اصلا نامایی که خیلی زیاد اصلا نامایی که با نام روزهای هفته هستن. مثلا در ما نام دوشنبه، خیلی مثلا دوشنبه پلافه که سرانگون مشهورترین و این پسر رو هم مثلا دوشنبه است. فرقی چهارشنبه نام است. پنجشنبه نمیگه، پنجشنبه است. نام سه شنبه کمتر دچار میشه. سه شنبه یک شنبه قریب که نیست. دیگر روزهای هفته خیلی شنبه هم بسیار است. فرض کنید دوشنبه هست، جمعه نه نامای مردانه هستند. فرض جمعه گل الکی نام زنانه میشه. اینم چیز است. البته نامای هم هستند که با نام همون چیزا هستند. فرض کنید در ما است گرگالی، همین نام گرگالی هست. در ما فرض کنید خیلی نام هستند چیز هستند با نام بعضی چیزا هستند، اشیاء دیگه چیزا هستند. برای من جالب بود استاد که گفتید که در رقم شماری تا به 10 فرق میکند، از 10 بالا دیگه از 10 بالا الکی همون رقم‌های تاجیکی میروند. تو 10 ما حساب شانونی و چیزا داریم. تو 10 چه خیلی نمبر کرده؟ تو 10 از یک مثلا ی دوین ارای سوار پینز خوب اوو وقت نو دیس این طرف 11 12 13 14 رفتم میگیره تو آخر رفتم میگیره چندی که باشه رفتم میگیره. مثال تصور کردیم 22 جمع 2 گفتن چه میشه؟ 24 میگم این طرف نه در حساب کردن در این حساب کردن ما که کلمات تاجیکی استفاده می‌کنیم پورا در بین خود مردم در بین خود مردم هم 22 جمع 2 گفتن 22 جمع 2 میشه. مثال در ما عذر نمبر کردم از یک تودا با زبان شانونی ما حساب میکنیم، لیکن در بعض ولایت‌ها در وقت حساب کردن ما تاجیکی گفتم میگیریم. این چیز در ما فرق نداره. اما در داخل خودمون فرق نداره. مثلا میگن که این چند قدر است میگه یا دا میگه یا دیس میگه فرق نداره، میفهمد. مثلا کودک هم میفهمد، کلانسول هم میفهمد. این چیز فرق نداره. در این چیزا در ما اون قدر چیز نیست. در مکتب ها با زبان تاجیکی درس می‌خوانید؟ مکتب این جمهوری تاجیکستان است، مکتب دولتی است، زبان تاجیکی از همون دوره صنف تئوری سر کرده تا صنف 11 در وقت درس در دایره درس در اساس کتاب درسی برنامه تعلیمی پر زبان تاجیکی جاری است. خوانندگان معلمان آموزگاران اما با زبان تاجیکی در معاصر یگان چیز نیست در این مسئله. بعضی وقتا خیلی نافهمه میشن که شو در بدخشان با ما نی. در بدخشان هم این مکتب مؤسسه دولتی هست، برنامه دولتی تصدیق کرده وزارت معارف جمهوری تاجیکستان. تمام کار و بار مکتب با زبان تاجیکی پیش برده میشه. دیگه اون در این مسئله نیست. تصور کردیم جمهوری تاجیکستان ولایت خودمختار کوهستانی بدخشان مرکزش شهر خورو. کلمه پامیر از کجاست؟ کلمه پامیر مثلا پامیر چی گفته ای گپ است؟ در این باره میدونید ما پیشتر هم کردم فکر عقیده خیلی زیاد هستن. در ما میگیم پامیر و ما میگیم بدخشان. در پیشتر هم قید کردم که پامیر شاید در بعض جاها بعضی تحقیقات میگن که این چون در بلندی خیلی زیاد است، ما میگیم بوم جهان است. این سرزمینی که با افق به خورشید نزدیکتر است. پامیر یا در زمان که پامیلو میگفتن از کلمه که در اگر از اون چیز کلمه موی قدیمه اوستایی چیز کنیم پامیر پایه مهر یا خورشید افتوب، یعنی این سرزمین بلندکو در پایه خورشید جاگیر است. پامیر از همین جا گفته. بدخشان در سرچشمه چینی میگن که چینایان اما سیاحان چینی بادوچان میگفتن. این سرزمین مثلا اون وقتی به سرزمین تخارستان میبینن درباره سرزمین تخارستان و سوغد و باختر دیگه رو گپ میزنند. از اون باختر در تخارستان میگفتن، میگن تخارستان از سرزمین انواری و سرزمین کوهستان عبارت بود. سرزمین کوهستان رو میگفتن شکنان، انا شغنا میگیم شغنان اونو شکنان میگفتن و میگفتن که بادوچان میگفتن بدخشان رو اونو بادوچان میگفتن. از اون این چیزا شاید پیدا شده باشه. در فکر عقیده مورخان در مسئله باس انگیز از خیلی زیاد فکر هستند. عموما پامیر رو بیشتر شاعران پایه مهر میگویند، پایه خورشید میگویند.
در بلندی بودنش. آفتاب از همه پیشتر در این سرزمین نورپوشی میکنه. برای استاد برای ما گفتن، ما حیران شدم. من راستی گپ اینجاها بار اول میبینم. در اون خانه بودیم، باز در یک خانه دیگر بودیم و در خانه شما امروز مهمان شدیم. طرح خانه ها یک رنگ هستند. برای ما گفتن که مخصوص طرز و اسلوب خانه سازی های مردمی پامیر است، بدخشان است. بعد همونجا یک استاد دیگر شرح دادن که هر یک چیزی، هر یک جزئیاتی که در اون خانه هست یک سیر و اسرار خودش رو دارد، نام خودش رو دارد. مخصوص همین ستون برای چی گذاشتگی است در همین جا، سبب خودش رو دارد. ما می‌خواستم کم معلومات بده درباره خود. این چیز شما درست قضیه. اگر همین سوال از همون مستفید میپرسیدن خوبتر شرح میدن، کسی این چیز رو خوبتر میدونن. من کوشش میکنم که بعضی چیزا رو برای شما شرح بدم، لیکن شاید پاره شرح دادن نتوانم، ولی به هر حال این خانه‌ای که شما در آنجا بودیتون، این خانه‌های عرفی بدخشانی میگویند. در روی مایلش این همون دورنگی که یک چیزا یا دورنگی این چیز یوری رسان است، این دیگر چیز است. خانه از اینجا سر میشه. همین خانه عرفی بدخشانی هست. از دیگر خانه های جو منزلگاه های دیگر منطقه قریب در تمام دیگر ندیدم. چنین خانه است در بین مردم بدخشان. مردم بدخشان، مردمان بدخشانی که در ولایت سینتزیان چین زندگی میکنند، در افغانستان، در بدخشان افغانستان زندگی میکنند، در قسم شمالی پاکستان زندگی میکنند. اونها میگن چنین خانه ها دارند، این چنین خانه دارند. یعنی اینا خانه های عرفی بدخشانی هستند. تاریخ شناسان میگویند که اول پیدایششون به دوره پیش از اسلام، ولی امروز ما کمتر درباره اون معلوماتی که از دوره بعد اسلامی. ببینید 5 ستون دارند. 2 ستون اینا هستند، وای ستون است، این ستون است. اینا شاه ستون میگویند. ضرب اساسی انم واسه‌های و انم تیچوب‌های خانه با من او میستند. شاه ستون میگویند. 5 تا ستون؟ 5 تا ستون هستند. 6 تا کردن ممکن نیست. 6 تا کردن ممکن نیست. 5 تا ستون ماخته. بدخشانی 5 در خانه‌اش 5 ستون میمونه. این شاه ستون رو میگن رمز حضرت محمد است. همین رمز حضرت محمد است. میگن یک تا خودی همینه یا 5 نه همین یک ستون. این یعنی این ستون رمز حضرت علی هست. حضرت علی. یعنی این میگن این ستون رمز بیبی فاطمه زهرا هست. اینجا این در اینجا سالهای پیشتر در مابین خاندان چیز بود. من از پیشتر کردم که در اینجا تنور بود. در تنور آتش در میگیراندند. در دوره پیش از اسلام. در دوره اسلام تو سالهای نزدیک در خانه ما وجود داشتن. تنور بود. اما خیلی کانالچه میرفت اون طرف تنور قطعه قبر چیز خدم میبرند، دود میبرند. در اینجا آتش در میگیراندند. زنان در اینجا نان راست میکردن، خمیر میکردن، نان راست میکردن. این رمز گرمی خاندان. برای من میگن که در اینجا زنها میشینند. کوربور خانه با دوش زنها هست. رمز گرمی و چیز خاندان میگفتن حضرت بیبی فاطمه زهرا. و این 2 ستونی که هستند در اینجا در آمدگاه، اینا گویا 2 برادران حضرت حسن و حضرت حسین دست به گردن همدیگر گرفته در اینجا استودند. حضرت محمد ما خانه چیش دست. خانه بدخشانی دارد چهارخانه میگم اینو. امروز پتالوک ها؟ نه چهارخانه میگم. ببینید 4 خانه دارد ولی یکم قسمتش است، دومش است، سومش است، چهارمش است. امروز عالمان اونایی که با من آرکیتکتور کردن میگن که یک چیز اوصاف کنه که خیلی خوب است. خیلی رو فکر کرده برای که چقدر آدم در این خانه بشیند اوی خانه توزه است، اما وقت همین توزه کرده میگیرد همینجا. وقتی که در خانه هم آتش در میگیراندن، خانه رو دود پخش نمیکرد. با واسه این روزن است، همین روزن خانه با واسه روزن دود میبرن. خیلی سالهای پیش که همون بمب دوم نداشتیم، فقط یک بمب بود، همین چیز کریش نبود. همین بود. فقط همین بود. این سالهای نبود، همین سالهای نزدیک بعد همون شیفر قدی و تنکا قدمی پوشانیم. در دورهای پیش خانه فقط همین یک بمب داشتن. همین میبرن. بعد اونجا ما سوال کردیم که برای چی اینقدر من این بعضی دو قسمتی نمی‌بینید بالا رو زیچ پرتافتگی است. همین هم شماره داشته از زیاد یا کم پرتافتگی. اینو باید 7 تا از این طرف 6 تا 13 باشن. و این واسه‌های از این طرف باید 18 تایی باشند. هر دو طرف 18 تایی باشند. خب میگن 14 کمر بسته یا 18 میون بسته شر داده نمیدونم چه خیلی است بخیر چیز فلسفه. این خانه در خود فلسفه خیلی بزرگ دارد. تاریخ شناسان
مثلا هر یک خانه اینوش برای ما شر داده میتونن این شما نداره و دومش کدوم وظیفه داره سیمش چهارمش چرا اینا اجدا هستن چرا اینا اجدا هستن یک فلسفه بزرگ خود را دارد برایشون شر داده نمیتونه بسیار در بسیار خانه‌های پامیریان همین گونه خانه ساختگی هستند. در بسیار نیک اگر گیم در 98% مردم بدخشان خیلی خانه میذارن امروز در مرحله امروز همون خانه‌های چه به سالمین اوزار زمان میسازن لیکن بیشتر باز مجبور میشن که باز میخواد چون که تمام رسم و آیین های توی و تماشای خورسندی و عزاداری ما در خانه میگذارد این خانه اما چیز رو در خود گنجانده میتواند این خیلی چیز است ببینید وقتی که ما اون خانه میریم عروس رو گسیل میکنیم شامل رو در اینجا در مابین اون خانه میشنونیم دیروز هم در اونجا اینا در جای مخصوصی عروس انا در اینجا میشینن در اینجا میشینن وقتی که میپوشونن در وقت برآمدن شو از این طرف میخواد عروس از این طرف میخواد در اینجا همون گیاه خوشبو کننده رو در میگیرونن میبرن در اونجا بعد از اونجا برآمدن رخت سفر میبندن. بعد استاد برای من جالب بود که در همون خانه‌ای که شب توی گذشت در همون جا هم و در اینجا هم و در یک خانه‌ای که دیدیم در اونجا هم از کنجه که خانه یک برآمدگاه بود اونجا یگان این یک چیز است نه یگان سر نداره در اینجا ما چرا ما بازپون شما زدو همون انبار خانه داره در اینجا انبار است تمام دیگر یگان چیز نیست یگان سر است نداره انبار داره حضور رحمت از قدیم همون ارد و چیزی که دارند در خانه بویگیرشون رو در اونجا در خانه که نگاه داشته نمیشه اینجا آشخانه اینجا آشخانه است جای تیار کردن خوراک است. تشکر زیاد استاد من حالا درباره این خانه گفتید که از اون استاد اگر میپرسیدید با مفصل‌تر معلومات میدادن من خود خود میپرسم درباره این تختچه کندکاری کرده چیزی نمیدونید این گفتید این دو عقیده اینجا است گفتیم یکم میگن حضرت حسین و سی وقتی که در اونجا ایستادن دست با گردن همدیگر گرفتن این رمز زمان است دوم در زبان شانانی این رو بچکگی میگویند در اینجا در سالهای پیش مثل وقتی که ایوان رو میکشتند در این خانه آورده میکشتند بعد اینجا در وقت پوست کردن آویزون میکنن ایوان رو آویزون میکنن بعد پوستش جدا میکنن این چیز است این رقم در خود اینا هم چیز داره یعنی خیلی رقم هم خیلی شد همین آره که همین چیزها گلها در خود رمز دارند فلسفه در خود دارند اینا برمیخورن با همون فلسفه همون رمزهای اوریوی قدیم چیز میشن برخوردار میشن همین خانه هر یک چوب آن در خود رمز دارد فلسفه دارد البته یگان کاری همین در همین خانه اون چیزی که ببینید بی سبب نیست هر یک تاش یک رمز دارد اگر شما با یگان چه گویم محقق تاریخ سرکرده شود در ما یک نفر شویمبیکوف یک اتنوگراف خیلی خوب است اون کس میتواند که هر یک چوب آن خانه با شما شرح داده تواند من جالب بود من فکر کردم اول وقتی که دیدم فکر کردم که خانه خیلی ساختن تمام نه اگر شما در همین دیها با همین خانه ها درایتون خیلی روز با اصول های گونه روی آرایش میتیهند لیکن شکلش رو ویران نمیکنند زدگان کس همین ستون دور نمیکند اینجا یا که این طرفتر نمیکند بود حتما میخیل 1 متر 80 سانتی متر این طرف باشد این مقدار وابسته با اندازه خانه کلانتر و خردتر اینا باید حتما باشند یعنی شاستون باید در جای خود باشد واسطون در جای خود باشد البته سالهای پیشتر شکل خانه کمتر دیگر روی ممکن که چیز داشت در اینجا تنور داشت این قسمت هم بلندتر بود برای اینکه تنور کلانتر است همین قدر بود لیکن عموما شکل خانه رو دگرگون کردن ممکن نیست این خانه جای زندگی میکردگی خودتون همینجا زمستون رو تمام حال خانه و در اینجا امروز ما در اینجا بخوری میمونیم پیچکا در زمانه پیش در تنور آتش در میگیراندند و چون زمستان بدخشان خانه که از قهرتون است ما در این باره پیشتر گپ زدیم 35-40 زیادتر درجه گرمی شد که مثلا 2-3 نفر در خانه چه 2-3 نفر در خانه چه دیگر گرم کردنش ناممکن بود در اینجا آتش در میگیراندند تمام حال خانواده زمستان رو در اینجا بار میکردن وقتی بار میشه باز ما دهلیز داریم و پیشایوان داریم دیگر چیزا باز هر کس در آنجا زندگی میکنه زمستان رو حال خانواده چند نفر باشند در این خانه البته شاید یک چیز رو میموندن در اینجا میموندن یک نفر مثلا 2 برادر 3 برادر آل اولا خود زندگی میکردن
یک زنویسکه گویم یک چیز میموندن پانو میموندن لیکن آل حوله در خانه زندگی میکردن شرایط زندگیشون خیلی بود است. فهمو. استاد عزیز من اول از همون عروس و داماده که سببگار شدن که ما با کوهستان بدخشان آمده باشیم من میندوری خودم رو میرسوندم و برای جالب بودن برنامه ما از شما خواهش میکردم که یک تبریکات میکردید با عروس و داماد با زبان بدخشانی و هر یک جملهش علاهیده یک جمله تبریک یک جمله ترجمه میکردید. برای ما خیلی جالب است. من راستیگه سخت خرسند هستم که اینجا اومدم از مهمانداری های مردمی بدخشان. موقعی که یک اصولخانه تاریخ است اینجا میارزد که علاهیده بیاید اکن شرط و شرایط زندگی که دست نمیدهد که همه کار رو برابر کنیم، هم زندگی رو ببینیم، هم سیاحت کنیم، هم چه زنیم. خیلی این چیزها بهانه است برای ما که توی یک از بهانه میشود و ما اینجا میبینیم. من راستیگر خیلی سربلند هستم که با شما هم صحبت شدم. درست است. فقط زبان شما برای ما جالب، برای که ما نمیفهمیم تماما که لفظ مردمی بدخشان چی است. یک جمله با بدخشانی، یک جمله با تاجیکی. از نوم خواه که معاشر زینت de پادشاهان رکودن سنوش برای وجد زندگی خواهیم با هم پیوست شوش خو در شهرهای زندگی قدمین نخستین خو گذاشته کنین خواهیش کنین ده زندگی خود دوام دین از دی فرد زندگی خوش زندگی شیرین آرزو کنم از خداوند تعالی مقدام میرده نه کوکل دی زندگی خوشت خرسان ود دی بوغ ساز ود هم دیگر حرمت کنین با قدر یک دیگر فراپین و مهمترین رکن زندگی بغیر از مهرت محبت اید هم دیگر فهمه از دل جون از صدق دل دیده جون از بخت نیک زندگی نیک خوشی روزگار و هم دیگر فهمه آرزو کنم. بسیاریش مونا بوده استاد. من فهمیدم قریب فهمیدم. من شما بگفتم که چیز ندارد. امین ترجمه نکنید اون که یک فرد توجیه خوب میفهمه. شرط نیست با ترجمه کنید. اگر دقیقاً این گونه با دقت گوش کنید و دقیقاً موضوع درباره چی بودنش اگر دونید میفهمید. از بیرون از این کوشش کنند که این لاجه ها از بین نروند. اینو یک چیز است، یک اصولخانه زنده برای توسعه است. در حقیقت استاد عزیز من سخت میندور هستم از شما که در برنامه ما اشتراک کردید. چیزی که تونسته یوری رسوندیم خیلی کار بزرگ کردیم. این چیز برای ما قیمت میستد. هر کس با ما صحبت نمیگذارد زیرا که نمیخواد که در سامانه‌های اجتماعی برآمده باشد. اما برنامه ما یک چیز است که سیاحت همین جایها رو دیدیم، همین جایهای تاریخی رو دیدیم و آخران خواهشی که من از شما میکردم من به زبان تاجیکی میندوری از مردمی بدخشان میکنم. هر چیزی که من گفتم هوای با زبان پامیری شما میگفتید. حاضر من میگم تصور کردیم اما خیلی که من امروز خرسند هستم که در سرزمین شما قرار دارم، در خاندان شما مهمان هستم، این جایها رو دیدم، سربلند هستم، سرفراز هستم و نقشه دارم که در آینده باز حتما بیایم اینجا تا به مرغاب رفتن آرزوی همیشگی من است. همین ترجمه میکنم. خب ترجمهش چنین است. اوزم لب خوش نرو مر سرزمین بدخشان سیتش کم زیبایی طبیعت اکمیم اریتسمینت از دیداری مردمت اکمی چیز رو لب خوش خویش کنم ده لب منتدار خویش کنم ده اکمی سرزمین اکمی طبیعت کم چیز منسا تماشا کنم تو مرغوبیت لا که کم مرفوقات تذکرو مدلن وده تا مزینن کم وده ده از بود سرزمین تو گوشه آخرین مرغوبیت بود تماشا کنم مو مقصدی که مرغوب در زبان ما مرغوب میگوییم. زنده باشید استاد عزیز. عزیزای دل، هموطنان گرامی، اعضاهای کانال ما، من از یکی مردمی بدخشان خواهش میکردم که به کانال ما اعضا شوید زیرا که کانال ما یک چیزی است که از تمام گوشه های تاجیکستان نوار میکنیم و پیشکش شما میگردانیم. عینی حال تا به حاضر آنقدر امکاناتی خوب نشده است که ما تمام جو را گشته باشیم، اما آرزو و هوس در دل داریم. یک دوی نیک میدهید، یک جهان تشکر که با ما بودید. هر یگون چیزی که ما نوار کردیم یک چیزی است که ما با دل نیتی پاک کردیم. اگر رفتو با عزت نفس شما رسیده باشیم، اگر رفتو یگان خاطر شما رو مشوش کرده باشیم، من با سری تعظیم بخشش میپرسیدم زیرا که بنده شیر خام خورده است. حرکت میکنم که یگان چیزهایی است که
ба иззати нафси як кас нарасида бошад, аммо забон ки ҳаст боз ҳар кас ҳар намуд қабул карданаш мумкин аст ба ҳар ҳол. Ба ҳамин хотир ман бахшиш мепурсидам, барномаҳои мо танҳо сайру саёҳат кардан аст аз ҷумҳурии Тоҷикистон. миннатдор ҳастам ки барномаи моро тамошо кардед ва камбудиҳову беҳбудиҳояшро дар зери комментария нависед ки мо оҳиста оҳиста қадам ба қадам ислоҳ шавем ва як тавониста бошем ки як барномаҳои пурмазмуну пурмуҳтаво пешкаши шумо гардонида бошем. Як ҷаҳон ташаккур. ҳазор раҳмати калом муаллими муҳтарам. Саломат бошед. муваффақат кор барои як шумо. ҷаҳон ташаккур. ҳазор раҳмат.